ها بیلا می برار مگیلا که تو سه کنه کدوم را رو دیگه چه کار تو آخه از که یک دانه که تو بسته کنی یک روز مکمل در بر میگیره. یک دانه بشیشتم تو او خوره زمین. آخه من گوشنگی زوف کردم اینجا گوشیتم. روز چی وقت نگاه بکو. روز سه که به کجای به تا سر تو آماده. من گوشنم. بیا برو به میده کن برو تاقله. ها برو یک اندونی بست یک 4 تا نون بست بیار که بخوریم که ببر که گوشنگی دیگه توان ندارم ما بر بخزم. خود این دانه رو از اینجا خطا دم با. نه غرض نگیر با من تیار میکنم زودی با بیایی. بگی نه لفشار میکنه میره بزی برای او. ما 4 تا نون بست یک اندونی بستو. کرای نمیکنه کال ما بریم با خونه خسرم اینا دیگه. خب اینجا چا شاید چرم نرم باشه. آخ دیگه ما او دری داریم امروز را چرم نرم یاده کو. شلیا رو دادم سه کنیم شلیا و خود اگه چیز ما این از این دیگه چیز کنیم سردانه رو واکنیم که بره با بزو پل دگه کوتیاره بخی این دونه و چی نون 4 تا نون بستو برای خوب گردم نفر 2 تا نون که ما میخوریم نیه دیگه پول دارم این دونه بستو بشنیدی 2 تا نون یه بوی من بیاد این نمیشه. خو خلاص دیگه 4 تا نون بستو دیگه ما چه کمون این دونه بستو. لالا یک چیز دیگه به شما بگم. اگه مثلا نمیگم شما یک کار کنیم و خزیم بریم به سلا شما کلانترین بریم خونه خسرو برای که دیگه میگه لقمه گگ نون بخوریم بفهمیدین. حتما برای این بار کردن گوش بار کردن خرت پرت دیگه بار کردن به من داریم بیاریم بیتر نیست. میگم ما به خاطر یک لقمه نون از این قلبه خزم برم به زو قلبه خاطر یک لقمه نون برم. نه خود امیر فکر کو اینجا ما کارم دارم هماله که من حرکت کنم تا 200 ما به مونجی نمیرسم 200 رفت 200 ما 400 به 400 ما کار پیش میبرم وقتی برو وقتی الا کلا مال خیر بریم نه ما وقتی برو یک اندونی بست خود یک 4 تا نون بیار که اینجا لقمه نونی بخوره وقتی خیره کنی ام امروز گال اگه امروز کی چی نباشه چه کار میشه. آخه چرب نرم میگم هر روز میگه چرم و نرم کسرا میاری اگه امروز نون اندونه بخوری چه کار میشه. بابا به اندونه آدم قوت میگیره. به کل کمی کنی از صبح تا شام هفته و سرخ زودی بیایی دیگه با روز شام نکنی. خوبه بیا از تو هر کس ببینه میشینه به خودی منطقه به اختلاف آنه گیله کم خدا بیامو نون و این دونه هم به دستیومه به خدا میته گوشنه نیوم ای گب میدومن حاله باشه بیایه ایشان تو و روزگار من میمانی یا مولا دلم تنگ آمده شیشه دلم ای خدا زیر سنگ آمده گیپک تیرشون نمیفتم. نه بگو بیا مره خیلی جو گنده داریم شما خیلی. بیا من میرم. به کجا میری؟ میرم برا خب میرم که برار من معطله. بیا بشین گیلا میرم معطل گوشنه گیلک بیا بشین مینا دارم ساعت 1:12 بجه شده مینا نمی شدم خود دگه اشتری دگه رفی شکر بله اشتری شکر فضل خدا چی گاهی تا سرخ شدی لبلبی بری دگه گیلا مینا نمی مینا مایم گب میزنی یا بی گب گب میزنه اسم من مستقیم میگه بگو برو چی میری برو چی؟ برو همی اندونه تو شکر گوشنه خودی هم میزنه به اندونه برا نیلیلا معطله که چیزه نیه بگو اندونه پیش به افتاده و ترجمهش کشته کو میگه کو چوکایو بگو به ترجمه او دگه نمیگه برو چوکایو بیا ان نونا چی بگم؟ نونا دگه یکی میخوره میکنه دگه ببرن نمیفهمه فکر میکنه مادر بجوی 100 تا دگه رای کده نونا خود 4 تایه خود 4 تا هسته یکی میخوره 4 تا خاطر دونه فری ما سر شیم تو کل به منجگاه سر میشی کل به نونای که ببور گپ بینیه از اندانه بگم نبید خود چیزه برار این شکسته نمیشه چیخی نداره چیخی به کسی برار منه من چخو دارم نه بابا مینای میدی به من یا نمیدی مینای جمع باشه خوبه بگیرم گیپا گیتا نشه که مینا ندی با ایتا نیه شتنه ایتنه چی دیدی گیپا برسیده اگه که خم بود به جمعتون مینار ما اومد شیر مادر تو گیل لگیشته میشنیسی شده بیا مثل کافیجی خواهد هسته دی گیپا
مر میگم خب تو میگه گیلا. من میگم گیلک یعنی اشته میشنسی این دونه دیونه سرگی بگیر که پک بگیر که این دونه بفتا بلا بجیره خب بیام نگی که بیاین بخوریم خب نه بسیرشین خب بچه خوبی عمر آه برو خبر نداره که این دونه تو کاری که پک بله آنه دیگه خیلی خیلی سیاهی گرفت آه دادا ما کمان بتر کن که پک بس گیلا اینو حالا میبری پیش نیرولا. نه دیگه این نسبه ببرم چی پرتو دی یک نانمون یک نان نمیشه نمیشه تیاره. ما میرم که خیلی دم کردم خب خیلی دادا خیلی بینه گیلا. خدا حافظ خدا با مینا بیاری سیه راه رفتن میتونم گیپه خوبه. همین چیزی اشته گیلا که گم داد و این دونه بخوردم سیر شدم بیا خیلی هم بمون اگه با چاش خراب شو بینم بزرگ همین تا گم خورد با بیا دم سرا میگم مینا بمرده گیلا. برو خبر نداره که این دونه تو کاری که سلام دیپا کجا علیکم. بودی؟ هیچی و سرا برادر می گوسفندا. برار مگیلا که ندیدی؟ برا شما گیلا نه چری؟ او رای کردم برات این دونه اونون رای کردم از صبح که برفته طول درک نداره. او به هر جا که بره حتمی پیش یکی میشینه باز به اختلاط کرده. او بهم را ندیدی خود خو. نه برا شما گیلا که من 3 روز میشه ندیدم. چه کنم خودی بی؟ سیکو. بله. حالا تو کجا میریته؟ امیتا میرم چرخ پیش گوسفندا اونا رفت دادم میرم سرا. اگر به هر جا برار مگیلا که بدیدی بگو برار تو نورولوگ سماتور میخورده که اگر تور گیر نکنه از این پشپل یک 20 تا بتر سوناتو میزنه که من گوشنگی بمردم. یا صبح که برفته برات یک 4 تا نونو لا اله الا الله اشتکون مردی اون کدی برو. اگه میشه دیدی برای بگو زودی برو که برار تو کار داره. گوشنه بگو میگه شیشتیه بفهمیدی یا نه؟ خوبه. یاره ما چی رقم کنم هر جا که من میبرار خود رای میکنم اصلا درکی نیه ما چه باید خود ازی چه کار کنم آبا بورد نون زودی بیار که من زوف کردم گوشنگی چی رقم کاری چی رقم روزگاری چه کنم خود ازی این بیعقل نادانی مرگب داده بستون ده عظمت چی کنم؟ سلام علیکم من با شما مجبر اشتن اینجا جوره اشتنی گیلا نه با شما مجبر خیلیت جانجر جوره چی خبر؟ ما جبار ما برفتم ساعت ریفی پول بدک برفتم اندانه خریدم و نون میشه جان تو خو بچه شما گیپک مر گپ داد گفتم اینا گبزه میدم جوجه اینا گبزه که گپ زنه نونا بلال من لیلا بیدم ما وزی بخوریم انال مر گپ داد نونا مرم باشتن اندانه مرم باشتن قاش که بخور انال من نمیتونم حوصله نمیکنم برم بلال من گشنه خب صاد خدا تو به کدو عقل خو رفتی این دونه استوندی برار تو نورولا اونجا معطل تو اینجا قرار کده بشیشتی خودی بچه منوش جان کردی همیتنه نه؟ خب حال کم نوش بیشتر کیلو خور خوب کاری کرد تو دیگه ایت با تو درس بشه که دفعه دیگه هر کس برا به دست تو چیزی نبینه که بگه بده بخورم بگی انال برو جواب نورالله بده برار ما گشنه انال ما او گوشنه خب من قال گوشنه نیم من مگزن نون خوردم که انال رفتن نمیتونم مثل یک گیوی وری دم کردم خب انال او گوشنه من حالا برم خبر قال خرم و برم بزو حالا من چی خدمت کنم پولام البته ماما نورالله میرم به جلسولی ماما جبار میرم به لوسولی علاست شما عرض میکنم خب صادق خدا همالی گفتی من عموق زر خوردم که دم کردم امیر بگفتی یا نه بخوردی خب چرا من تاونر بیام بدم با تو که میری عرض میکنی بولیس ولی عرض نکن اول برو پیش ارباب صاحب تو رو میداره میبره بولیس ولی اونجا عریضه نوشته کنیم با پرزه جلب بری به دست ارباب میدم ارباب میاره پرزه جلب به دستمه من صبح صبح تور کش کرده خودی خبر میداره میبرم بولیس ولی که هندونه امی خودی نون امی آدم خورده حالا میگه بیا پول بده بریم خب انال به بولیس ولی خبر انال میگم چیزه خب اسم مدار شما چیه که نمیشته کنم بعد من نمیشته کنم که جبار ولایت کی
خب باز اینجا که رفتی اسم مادرم را اگه به کار شد اسم مادرم قلقوته. خب نوشته کو جبار ولد قلقوته. خب البته ولد پدر نوشته میکنم. با تو که خیلی اسم مادرم به کار داری همونجا پرسیدم بگو قلقوته. برو بخیر. خب پیار ندارین شما دکا کو پیار نداشته باشین مادر شما میشه دیگه. خب تخلص کسی که میگه تخلص تو چیه باید ادمنی امو خدا بیامرز که اگر فوتم کرده باشه بعد همور بگی. تو از من پرسیدی که اسم مادر ما چیه؟ مرز نکنم اگه میترسیم از عرض پلا مال بدین که برم برای خونون بخرم. گردان و بند خوب همی تو بد میبینی کردم به خدا. همی تو بزنم خوب مجبور. که بیتا پامی و درازی تو یادشه که اگه بولیس بری هم برم بری که بگم که پرخونی آماده. نه ماما جبار بد کردم. پول بایی نه برو دیگه. نه ماما برو. جبار بد کردم. برو نه خط به رنگ تو شد این نوره تا تابو خورده بازاله میگه میرم به سر تو عرض بکنم بی غیرت. بیلا تاجو چی آشخاله گرفته. السلام علیکم موندن که خدا خواه شتاسی آقا خوبی؟ خوش باشتن خیریت بید آقا مادرم بیایی با گفتم که دولخته بگو. آقا مادرم گفتم پول بده گوش بخره خب خاطر همه به سرامای آمدم. به کسی مکو پول نی آقا جو. خب خوب برو دام دکم امانا سرامت خوب بگم 2 کیلو گوشت بزغاله برای ما بده. خب آقا من ری کردم اگه با یک وقت گفت نمیشه یا نمیدم بگو به شماره آقا من زنگ زنه. خوبه خوبه خوب یک دفعه می گوشت رو بگیرم. چرا گوش من خب کش کنم بکنه یا نه کش کنم بکنه یا به حرفم میکنی از این بعد. خب آقا جو از این بعد به حرفم کو میکنی گپ سوالی از تو بپرسم. بله خب تو خیلی نامردی با یکه میشینه اندونه نوش جان میکنی ها. کجا این دونه همین اندونه که گیلک وردشته بود بستونده بود خود نون که برار خو به سر زمین ها تو از دستی و بستوندی بششتین یکه نوش جان کردی. من خب گیلک ای یارا تیر میشد گفتم گیلک بیا باشی گفتن نمیرم گفتم بیا مینا میدم به تو شکم همه میتا گوش نمید به پیش گوشبنده بیدم. دو قدم را نمیتونستی بری به خونه شکم خود سر کنی ترمزه چای هم خودی خبر داری بیاری به صحرا اقلا برای من بیاری خودت هم بشینی بخوری. آخه او مسلمون براری به دست پول داده که برو به دکونا نون هم بستو هندونه هم بستو وردا بیا سر زمینا تو یک کیستوندی خوردی حالی هم خورده خودی تو این کار گناه داره. این برای تو هندونی که خودی همین نون خوردی برای تو حرامه. آخه آقا جو این خبر داری؟ نه خبر نداری؟ همالی گلک به جلوی ما خورد گو میرم از دست شما عرض بکنم. وقتی این بر دست ما عرض کنه صبح صبح ما بعد بریم به مو اولیس ولی من جواب بدم که همین دونر به چی مخورده خودی نونو. خب تو که بخوردی دیگه کجا میری؟ چی دیگه میرم آقا سبی گوش میخورم. من از زیر گپ بار من فرار کنی ها. من با تو گفتم از این به بعد از این سنی و از این دقیقه با جلو گیلک چخت دادی یا خودی و گپ زدی یا چیزی به دستی بود از او بستوندی گیپک باور که تو را از سراور میدارم بیارم به تمیز زمینات چوب را از این درختا وا میکنم باشونا تا همون زب بزنم که پامی و درجی تو یکشه. خوبه دیگه خودی و گپ نمیزنم چی نمیستونم از برادری گپ زن ولی چیزی از اون نست تو سادیه. وقتی از دست از اون میستونی بری تو حرامه که تو بشینی بخوری. خوبه دیگه چی نمیستونم ولی میرم دیر شده. قل دادی بری آقا خو. برو دیگه بچین بده. حتما بری دام دکم مامان سرامت 2 کیلو گوش بیشتر نستونی.